آقا اینقدر نیایید بگید که من دارم پول جذب میکنم و نمیدونم با فکر کردن و تصویرسازی و این چیزا من پول برام جذب میشه، نمیدونم دارم تصویرسازی میکنم میرم تو خیابون یکی کیسه پول پیدا میکنم، نمیدونم یکی میاد 10 میلیون پول همینجوری به من میده. چنین چیزی نیست. تصویرسازی یعنی برنامه ریزی، یعنی اینکه شما به موضوعی فکر کنی، ضمیر ناخودآگاه به شما ایده ای بده که از طریق اون ایده شما بتونید به پول برسید. نه اینکه بشینم فکر کنم تصویر سازی کنم اینکه یک کیسه پول از دست اون بیفته برای من و من اونو ببرم بفروشم و نمیدونم استفاده کنم و اینا بعد پولدار بشم. چنین چیزی نیست. باید زحمت